أينما كنا أينما در بهشت دروازه است به نام ریان که ریان معنایش سیراب می باشد. شخصانی که در این دنیا روزه می گیرند در حقیقت در گرمی های هوا تشنه می شوند، صبر می کنند. الله با این عملشان و جزای مناسب، پاداش مناسب آماده کرده است که در روز قیامت همه سرافکنده و حیران و تشنه و این گرفتاری های بسیاری می شوند. بنابراین این حدیث که در سهل ابن سعد روایت شده است، حدیث در بخاری مسلم وجود دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که در بهشت دروازه است، نام این دروازه الریان می باشد، سیراب معنایش. در وی روز قیامت انسان های روزگیر به بهشت وارد می شوند و به این دروازه کسی وارد نمی شود به سوی بهشت مگرم شخص هایی که روزگیر در این دنیا روزه گرفتند برای الله. فیقومون لا یدخل منه احد غیرهم، میگویند که این الصائمون، خودی فرشتگان ندا میکند که در جای آن روزدارها، آنها از جایشان روزه گیرنده بلند میشوند. لا يدخل منه احد غیرهم، کسی وارد نمیشود مگرم که جز روزه گیرنده. فاذا دخلوا اغلق، وقتی که آنها همه روزه گیرنده ها در این دنیا در به بهشت وارد شدند، دری دروازه ریان محکم می شود. فلم يدخل منه احد، و کسی نمی درآید. خوشا به حال کسی که در این دنیا روزه های فرضی را می گیرد به خاطر الله و اجر پاداشش را انتظار است. الله آنها را موفق می گرداند. ما و شما را از شخصایی گرداند که امان دروازه ریان وارد بهشت گردیم.